ببین دیگه. من خیلی راضیم. ببین من اصلا کاملا یادم رفته ولاگ بگیرم. استراب اجتماعیتون انگار خیلی بالاست. خیلی من میگم اون اول بشینیم. خیلی خوشحالم. از قیافش تو خوش. بعد از 3 سال بچه همو دیدم. خیلی خستمه. امروز دیگه کامل ولاگ میگیرم. سان زهرا میخواد کار باحال کنه. میخواد چند تا کتاب رندوم به چت نشون بده ببینه کدوم بیشتر به شخصیتش میخوره اونو بخره. خوشگله این. آی نمیاد برش. اینو بکنیم بو هلیان. این؟ نه؟ هلیاس که 100 سال تنهایی. دوست من هستش کتاب فروشی که میام حوصله‌ام یه عالمه سر میره. اصلا از کتاب خوشم نمیاد. دوستانه ملال‌انگیز. اینم فکرم دارید خوبه. همشو داریم بابا بیا بریم. من چرا شبیه مزارا؟ یه چرخ می‌خوام بذارم لطفاً. من براتون یه قسمتی از کتاب یون سون کیم هزاران فرسنگ تا آزادی. این منم. چرا شبیه این شبیه من نیست. خودم هم انگار. قمارباز بذارید منم یه کتاب بخونم. اسمش هست ارتباط بدون خشونت زبان زندگی. من خواهی اینو بخونم. مارشال روزنبرگ. نمیخوام دوستش ندارم خیلی بزرگه. اینو من الان آوردم پس چی؟ اینو من آوردم اینو میخوام بخونم الان. ارتباط اگه تو بخوای منو به کتاب علاقه‌مند کنی میگی چی بخونم؟ نمیدونم. من الان اینو میخوام بخونم. نه اتاق شما 4 رو بهم بده. 6. 6 چه فرقی داره؟ 2 تا قبل تر. نگاه میکنم بهشون. اتاق شماره 6 100 ساعت عجب را چی داری الان؟ داریوش هم میذاره دل آدم میگیره. یه افشین 298 فکر کنی این که اینقدر قطرش زیاده چه کتابیه؟ قرار نبود چشمای من خیس بشه. قرار نبود آرشان احمدی بود. چی بود؟ آرشان کتابی که زهرا بهم پیشنهاد اینو بخونم. تاریخ من واقعا به دردت می‌خوره. مرسی. من یهویی داشتم میگشتم همینجا بابامو دیدم. بابا تو اینجا چی کار میکنی؟ الان دیگه کتاب در جستجوی توجه برای مناسب خودت داری. خیلی اصلا دیگه باید بیرون نمیام. ساعت 4 داریم میریم خونه آماده‌اش کنیم بعد با خاله‌ها بریم بیرون. هم میتونه بیاد سارا هم ببریم. جدی اصلا خوشگلین همتون. 3 ساعت دیگه بلاگری شده. این گوشی اینجوری اومد. های به ولاگم نمی کنی؟ اینم حسین بچه جورابا رو بیاری؟ چرا بزرگه؟ در چه وضعی؟ خیلی عالیه. آقا بریم. میگم اجازه بگیریم شاید نتونیم. بخشی گوشی میتونیم ببریم داخل؟ خیر. طبیعت شماله ها. دیگه داریم میریم خونه. بخرش سسایی که زهرا سس چغندر فیوریت جدیدم. هر جایی که میایم زهرا باید ما رو بیاره بوکلند.
من خسته شدم دیگه من خسته شدم. یک گل به تو هدیه میدهم. من از خواب بیدار کردم، آوردن بیرون. خب ببینم ذره دوباره کتاب دید، دیوونه شد. حالا بگید خوشحالی؟ اینجا رو زهرا خیلی رندوم و یهویی پیدا وای میافتیم. نه خیلی رندوم و یهویی پیدا کرد. اصلا خستم. این اون تابستون نیست که من فکر می‌کردم. من فکر می‌کردم میرم شیراز صبح از شب بیرونیم. واقعا همه بیرون بودیم. ولی فقط 2 روز اول اینجوری بود. من زنده اینجوری شده 7 صبح میخوام 4 عصر بیدار میشم، میرم بیرون دوباره همین. نت نامحدودم خریدم دیگه همش بیدارم. خاله معروفم اومدم، فقط کم استرس دارم چون بادیگارد هنوز اوکی نکرد. برنامه چیه شیری؟ برنامه اول میخوایم بریم یه فیلمی که اصلا تو اسمش هم نمیدونیم چیه اینا ببینیم. زهرا گرفت. حتی نمیدونم عاشقانه از طنز چیه. ایشالله که طنز نیست، چون اگه طنز باشه اول چیزی پشمان جمشیدی یا معتاده یا بدبخته. بعد یه ریلز بگیریم با هم. آره. بعد بریم خونه، بعد فردا دیگه برگردم خونه. دیگه واقعا خسته. شفه یه رستوران ها. بابا چرا شیرین برام هزینه کرد. من فقط اومدم بخورم. خب نظرت چی بود؟ دوست داشتی؟ شیرین تو چی دوست؟ خوب بود. تو دوست داشتی؟ دوست داشتم. فریمون فقط آهنگاشو دوست داشتم. خب به هم میگم ولی خوب میدن، آهنگاش خوب بود. محتواش هم بد نبود بود دیگه. دوست داشتم. از کتاب متنفرم. برای بار دوم تو این ولاگ میگم من از کتاب متنفرم. فریما دوست خوبش اسنپ پی. عزیزم گرمه. Just stop you cry. صدا خیلی خوبه نه؟ میگیره گریه جمعه غروبم هست تو فیلم این دستمال 29,000 تومان بود. الان چقدره؟ 426. بیا شیرین با موفقیت ریلزمون رو گرفتیم. الان داریم میریم عزیزم آقا ایول ممنونم. خود 533 بود دیگه. اسم من نریما هست. آخه فریما چه ربطی به نریما داره؟ گوشت بود حاجی، چیز مونده بود قشنگ. اینم 200 بود. نه گفتم خورد. این 200 بود. اونم 200 بود. قطعا این بیشتر. من شما همه دیگه نمی‌بینم. تولدم؟ ماه دیگه نمیشه. آره الان خیلی تو مرداد میاد. من بیان تولدم. من البته شهریوری نیستم. مردادی نیست. دیوانه.